بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، بعد از سپری کردن ماه رمضان و گذرانیدن عید فطر خواستم درباره 6 روزه شوال یا روزه 6 روزه که اکثریت خواهران درباره بعض احکام های آن خطاگی های جدی دارند و از آن میپرسند، همراه شما یک صحبتی کوتاه داشته باشم. شکر پروردگار یگانه که ماه رمضان را با عبادت‌هایش سپری کردیم. پروردگار از یکایک ما و شما قبول کرده باشد. و ماه شوال هم همین ماهی که امروز من و شما در داخلش هستیم فضیلت 6 روزه روزه خود را دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح مسلم است و در دیگر کتاب های سنن هم آمده است. لفظش و معنایش که پیامبر میگویند من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. ببخشید. پیامبر میگویند کسی که رمضان را روزه گیرد سپس 6 روز از ماه شوال را هم روزه بگیرد گویا که 1 سال روزه گرفته است. سبحان الله، گویا که 1 سال کامل روزه دار بود. و در سنن ابن ماجه آمده است که پروردگار که یک ثواب را 10 اجر می دهد و از آن هم زیادتر از نزد فضل خودش می افزاید. 1 ماه شما 10 ماه حساب می شود و این 6 روز شما 2 ماه حساب می شود. یعنی 1 ماه رمضان گویا که شما 10 ماه روزه گرفتید و این 6 روز رمضان 6 روز شوال گویا که 2 ماه روزه گرفتید و همگی گویا که شما 12 ماه روزه گرفتید. از این خاطر این روزه شوال را هم از اینکه هجران رمضان رفته هم کمتر شود و گویا که ما روزه 1 ساله گرفته باشیم. اگر من و شما این روزه را گرفتیم اجر ثوابی چه خیلی پیامبر گفتن 1 ساله روزه را میگیریم. اما درباره روزه شوال عزیزان، روزه شوال مثل روزه رمضان نیست و از این خاطر پی در پی آن را گرفتن حتمی نیست. یعنی خواهرانی هستند که میگویند 1 روز شوال روز عید فطر تمام شد، 2م 3م 4م دیگر باید تا 7م حتما بگیریم. نه، شما اگر روزه شوال را در 1 هفته 2 روز گرفتید یا 3 روز گرفتید و 1 روز استراحت کردید باز گرفتید باکی ندارد. یعنی حتمی نیست که مثل رمضان روزه شوال را پی در پی بگیریم. و این چونین روزه شوال که فرض نیست. یکی شما اگر روزه گرفتید و روزتون رو خوردید به خاطر مهمانی یگان چیزی ضروری است، انشاءالله که در قول راجح قرضدار نمی شوید. یعنی قرض اون رو گرفتن برایتان فرض نمی شود. و درباره روزه شوال اگر یک پگاهی روز خستید و نماز بامداد رو خواندید و گفتید امروز من روزه شوال میگیرم، همون نیتتون کافی است. برای اینکه از اینکه روزه فرضی نیست 1 روز پیش یا سحری نیت کردن، یعنی البته نیت قلبی برای شما فرض نیست. یعنی یکی از خواب خستید و گفتید امروز من روزه شوال روزه دار هستم و چیزی نخوردید، همین نیتتان برای شما کافی است. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح ثابت است که پیامبر همین گونه روزه های نافله را می گرفتن. وقتی در خانه چیزی نبود می گفتن این طور باشد من روزه دار هستم. و بعضی خواهران درباره روزه قرضی میپرسند که آیا ما 6 روز 7 روز 10 روز یا مثلا 4-5 روز روزهایی که در ماه رمضان به خاطر ماهانه یا حیض نگرفتیم آیا می توانیم با شوال یک جای کنیم؟ البته نمی شود. یعنی روزه قرضی رو با این نافله همراه کرده نمی توانید. شما باید جدا جدا بگیرید. یعنی 6 روزه شوال علاهیده باید باشد و قرض هایی که در رمضان گرفتید. اما اگر گفتید من اول 6 روزه رو میگیرم بعد قضاهایم رو باقی ندارد، لیکن قضا رو گرفتیم، باز بهتر است. برای اینکه قضا همچون فرض به گردن هر یک زن است و هر چی پیشتر قرضی که ما به الله داریم، یعنی قرضی که ما از الله آن روزه رو قرض دار هستیم تمام کردیم بهتر است. یعنی اگرچه اول گفتید من 6 روزه رو میگیرم بعد قرض رو باقی ندارد، اما گفتید نه، قرض که من حتما باید بگیرم و روزه شوال گفتید مستحب یا نافله هست، گرفتید ثواب میگیرید، نگیرید هیچ گناهگار نمیشوید. اما قرضی که بالای شما یعنی در نزد پروردگار قرضدار هستید هر چی پیشتر تمام کردیم بهتر است. یعنی اول قرض های رمضان رو خواهرانی که در ماه شوال تمام میکنن تمام سال دیگر خاطر جمع
کی خواستن روزه نافله میگیرن. اما بعضا وسوسه شیطان میشود و نه پگاه بس فردا پگاه پس فردا تا ماه شعبان، بعضا یعنی تو رمضان آینده بعضی زنهای هستن که قرض خود رو ادا کرده نمیتوانند. هر چیزی که پگاه شد دیگر و بعضا دیر شده می رود. برای همین توصیه من این است که خواهرانی که قرض دار هستید هر چیز زود خاطر خود را جمع کنید و از این قرض ها، یعنی قرض های رمضانتان خود را خلاص کنید. اما گفتید نه من خیلی زیاد 10 روز بعضا 9 روز یا بعضی کمی زیادتر قرضدار هستم و من اول 6 روزه رو میگیرم، انشاءالله با که ندارد و به این هم کسی گناهگار نمی شود. و هر چیزی که روزه رمضانمان رو می شکست روزه شوال رو هم می شکند، فقط که روزه شوال که روزه نافله هست یکی به خاطر چیزی گفته نه من امروز روزم رو تا آخر نمی رسانم، انشاءالله گناهگار نمی شویم، برای اینکه در حدیث آمده است که آنی که روزه نافله میگیرد امیر نفسش است، یعنی او یک شکست گناهگار نمی شود و انشاءالله باکی نیست. لیکن عملهای خود را باطل نکرده روزه را به آخر رسانیم، باز هم اجرش زیاد و ثوابش زیاد می باشد. این درباره روزه 6 روزه بود و باز همان وصیت همیشگی ما خواهران عزیز، تمام عزیزانی که بنده را میشنوید، ماه رمضان رفت و پروردگار همیشه باقی است. فرشتگانی که ثواب و گناه ما را می نویسند اصلا تا دم مرگ کتف ما را ترک نمی کنند. اگرچه در رمضان شیطان ها، جن های ضرررسان زنجیربند بودند و عبادت برای من و شما آسان بود، در غیر رمضان با عمل های صالح من و شما می توانیم شیطان را زنجیربند کنیم و می توانیم این 11 ماه دیگر را با همان حضور قلب، با همان لذت عبادت، با همون خلوت ها با پروردگار سپری کنیم. اگرچه ماه رمضان رفته باشد هم پروردگار باقی است و همراه شما هست. نامه اعمال شما، نامه اعمال ما در نوشته شدن هست. گناه ها، ثواب ها، هر یکی آن هر روز و هر دقیقه و هر لحظه نوشته می شود. بیایید رمضان رفت گویان به زندگی پیشتر برنگردیم. این رمضان آغاز عبادت ها، نقشه های ما با پروردگار، نقشه ها برای فایده رسانیدن به مسلمان ها، به جامعه، علل خصوص به مسلمان های تفریقه گشته و خوار و ذلیل گشته تاجیکستان اتحاد باشد و ما نقشه های خود را تا رمضان دیگر با توکل به پروردگار عملی سازیم. یعنی نگذارید که رمضان رفت و عبادت های شما هم برود. خواهرانی که همیشه برای یتیمان، برای خواهران بیشوهر، برای بیماران سهم خود را در رمضان گذاشتید، با هم بودیم الحمدلله. در غیر رمضان هم یتیمان یتیم هستند، بیوزنان بیوزن هستند، محتاجان هستند. یعنی رمضان رفت و آن خیرهای ما قطع نشود، از بین نرود. رمضان رفت و نمازهای شب ما از بین نرود، روزه های نافله از بین نرود. چه خیلی گفتم بگذار با همان حلاوتی ایمان یا لذت ایمان و عملی که در رمضان داشتیم بقیه ماها، بقیه روزها را هم سپری کنیم. یقین داشته باشید که پروردگار هر یک عمل شما را نگاه میکند. هر یک عمل ما خصوصا دوشنبه و پنجشنبه نزد پروردگار میبراید و نامه های اعمال در نوشته شدن هست اگرچه رمضان از بین رفته باشد. این به صحبت امروزه من با شما. پروردگار در پناهش نگاه دارد و همیشه در عبادت و در عملهای خیر با هم باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.